دوستان سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. در این ویدیو قصد داریم که طبق روال همیشه تحلیل هفتگی بیت کوین رو داشته باشیم و دو سناریو احتمالی برای معاملات رو با هم دیگه بررسی کنیم. همونطور که در تحلیل میبینید طبق روال همیشه ما از تایم فریم هفتگی شروع میکنیم و تا تایم فریم یک ساعت تحلیل رو انجام میدیم و موارد مهم رو بیان میکنیم که البته الان اینجا یک مقدار شلوغ هستش، ولی خب در تایم فریم پایین‌تر دقیق‌تر خدمتتون توضیح میدم. همونطور که میبینید در دو هفته گذشته قیمت تلاش کرده که نقدینگی به شدت زیادی رو بزنه که البته کندل آخر هفتگی که بسته شده این شادو رو تقریبا کاور کرد و حدود 70 تا 80 درصدش رو کاملا جمع کرد و میتونیم بگیم که خب این یک پوینت مثبت هستش که روند ادامه پیدا کنه و از همه چیز مهمتر اینه که قیمت زیر محدوده 108,000 دلار در تایم فریم هفتگی کلوز نداده و خوشبختانه این هم یک پوینت مثبت هست و همینطور کندل آخر هفتگی هم نزدیک به 50 درصد شادو شده و این هم دوباره یک پوینت مثبت برای ما هستش. حالا در تایم فریم روزانه خدمتون دقیق تر توضیح میدم. همونطور که میبینید قیمت از محدوده هفتگی 104,000 دلار حدوداً حمایت شده و تونسته که اصلاح این روند نزولی رو بزنه. یعنی اگر از فیبوناچی استفاده کنیم کاملا مشخص هستش که اصلاح کامل شده و حالا باید دنبال حرکت بعدی مارکت باشیم. و حالا اگر چارت و اسخای میکنم اگر حجم رو بررسی کنیم میبینیم که زمانی که قیمت ریزشی بوده حجم فروش زیاد و زمانی که تلاش کرده رشد کنه حجم خرید مقداری کم بوده. اما زمانی هم که این کندل روزانه رو زده، البته که هنوز کامل نشده و تقریبا نصف روز گذشته، حجم فروش به شدت کمی هم داره و به نظر من قیمت میتونه یک اصلاح مجدد بده و به روند صعودیش ادامه بده. تا اینجا که بررسی کردیم من این رو از مارکت متوجه شدم، چون همونطور که ببینید تقریبا میشه گفت که دو بار از محدوده 104,000 دلار قیمت حمایت شده و تونسته یک سقف بزنه و همینطور این ریزشی که داشته تقریبا میشه گفت این کندل رو ریجکت یا انگار ردش کرده و حالا باید منتظر این باشیم که قیمت بعد از اینکه تونست نقدینگی مهم 106,000 دلار رو زد به حرکتش ادامه بده. حالا یا میاد زیر 104,000 دلار کلوز میده یا اینکه بالای 108,000 دلار کلوز میده و به روند صعودیش که اولین تارگتش محدوده 112,000 دلار و بعد 116,000 دلار هستش برسی که البته اینها یک تارگت های چشمی هستن و تارگت های اصلی و دقیق رو در تایم فریم 4 ساعت و یک ساعت دقیق تر بررسی میکنیم که خطای کمتری داشته باشیم. خب همونطور که میبینید در تایم فریم 4 ساعته طبق چیزی که خدمتتون عرض کردم قیمت کاملا یک اصلاح رو اینجا داشته و حالا دقیقاً به محدوده نیم فیبوناچی هم رسیده و محدوده 0.618 هم در محدوده 106,000 دلار هستش که بیشترین میزان نقدینگی رو در محدوده 106,000 دلار تا 104,000 دلار داریم که این مورد رو سایت کوینگلاس هم تایید میکنه و همونطور که میبینید در تایم فریم 4 ساعت برای حدوداً نصف روزی سطح 110,185 به عنوان یک حمایت خوب بوده که با این کندل شکسته شده و کندل بعدی همون رو تایید کرده و زیر محدوده 108,000 دلار کلوز و این اصلاحی که تا اینجا داشتیم به نظرم معقول هستش و حتی چون حمایت خوبی هم نداشتیم و حتی کندل سبزی هم در این محدوده نداریم میتونه تا اینجا هم ادامه دار باشه و هنوز ریزش ما ادامه دار هستش. و حالا میخوام که این مورد رو خدمتتون عرض کنم و اینجا سناریوهای اصلی ما مشخص میشه که البته این در این بین یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. همونطور که طی آخرین ویدیویی که گذاشتم من در این محدوده بود که
ویدیوی هفته گذشته رو در روز سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم آپلود کردم و گفتم که اگر قیمت به این محدوده بیاد و تاییدیه خوبی به من بده، که دقیقا در این کندل من تاییدیه رو دیدم، در شادوی این کندل من وارد شدم در این محدوده، حدودا وارد معامله پوت آپشن برای قیمت اعمال $113,000 شدم که نقطه خروج من در محدوده 107,000 تا 106,500 بود و همینطور دیشب هم در محدوده 110,700 مجددا یک پوت آپشن برای قیمت اعمال $110,000 گرفتم که الان تقریبا حدود 90% در سود هستیم، ولی خب فعلا این یک معامله کوتاه مدت هستش و زمانی که قیمت به محدوده 106 برسه و واکنش قیمت رو ببینیم، مجددا بر اساس چیزی که تحلیل میکنیم اقدام به معامله میکنیم. حالا ما انتظار داریم که قیمت محدوده 106 رو بزنه، اما اگر قیمت تونست محدوده 106 رو بزنه و حمایت نشه چه اتفاقی میفته؟ خب قاعدتا اگر قیمت به این محدوده برسه و حمایت نشه و از همه مهمتر زیر سطح $104,000 کلوز بده، ما میتونیم حتی تا $100,000 و حتی تا $97,000 ریزش پیدا کنیم که البته همونطور که طی 3-4 تا ویدیوی قبلی که آپلود کردم گفتم محدوده $100,000 به شدت محدوده مهمی هست و یک عدد روانی هست و فکر نمی کنم که خریدارها اجازه بدن قیمت در این محدوده بمونه و شاید در حد چند ساعت این اتفاق بیفته و سریع قیمت رو به بالا حرکت میدن. و اما قیمت در صورتی که از این محدوده 104 تا 106 حمایت بشه و نشانه های صعود رو ما ببینیم، قطعا اولین تارگتی که داریم تارگت 110 هستش. سپس تارگت خب ما بر اساس نقدینگی پیش میریم، تارگت 112 و بعد تارگت 116 که بر اساس فیبوناچی که برای این لگ هستش مد نظر میگیریم که دقیقا روی این محدوده هست که البته محدوده $113,000 در تایم فریم روزانه اگر دقت کنید یک اوردر بلاک هستش دقیقا این محدوده و میتونه قیمت رو به شدت دچار واکنش کنه و قیمت رو به پایین حرکت بده که این نکته به شدت مهم هست و باید بهش دقت کنیم. و اما برای کسانی که میخوان در این محدوده معامله کال آپشن بگیرن، یعنی قیمت رو مد نظرشون هستش که قیمت رشد کنه، دقیقا در این محدوده میتونن مثلا برای قیمت اعمال 107 یا 108 معامله کال آپشن بگیرن و تارگتشون هم حالا ما میتونیم دقیقا همین لیکویدیتی ها رو قرار بدیم که البته به نظرم سطح 110 به شدت مهمتره، ولی خب میتونیم این محدوده رو هم قرار بدیم چون همونطور که خدمتتون عرض کردم و رسم کردم که این فیبوناچی رو محدوده 111,400 محدوده مهم و مقاومتی هستش که بیشتر از 110 هم واکنش نشون داده، ولی خب میتونیم که زمانی که اینجا رو گرفتیم تارگت هامون رو در این محدوده ست کنیم که حالا با توجه به قدرتی که قیمت میگیره ما هم تارگت هامون رو ست میکنیم و الان نمیشه در این باره نظر خاصی داد، اما میتونیم یکی از مهمترین تارگت هامون رو محدوده 111,600 و تارگت 113,600 قرار بدیم. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید دوستان. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر سوالی دارید حتما در بخش کامنت ها بپرسید. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.